در شهر کولاب جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 تحت رقم 218 درباره سروقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه زمستان سال 2025-2026 ستاد جمهوریوی برگزار گردید که در آن آمادگی منطقه کولاب به زمستان گذرانی موردی بررسی قرار گرفت. جلسه مذکور تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های ساحوی، اعضای ستاد جمهوریوی، معاون رئیس ولایت ختلان و راهبران شهر و ناحیه‌ها برگزار گردید. جهت آموزش حالت واقعی رفت اجرای قرار مذکور طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان، گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار ساحوی تأسیس داده شده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان سفر کاری انجام داده رفت اجرای قرار بالذکر و آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه زمستان سال 2025-2026 از جمله در مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، نقلیات، مالیه، کشاورزی، کارخانه‌های صنعتی، خواجگی منزلی و کمونالی، جمعیت‌های مطلوبات، شبکه‌های برقی و غیره مورد آموزش قرار داده شده. گزارش دخلدار به حکومت مملکت پیشنهاد گردید. گفته شد که حالت زمستان گذرانی در اکثر تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌ها قناعت بخش نبوده، باید سر این مسئله چاره‌های ضروری اندیشیده شود. در جلسه همزمان اید به آمادگی در شبکه‌های برقی ابراز نظر کرده شده. گفته شد که با پرزور نمودن کارهای ترغیباتی تشویقاتی، صرفه و سرشته‌کاری و استفاده غیر مقصدناک برق پیشگیری کرده می شود. در جنبست از جانب رهبر ستاد جمهوریوی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان به وزارت و اداره‌های دخلدار، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن وابسته به تامین اجرای نقشه ذخیره مواد ضروری و در سطح ضروری پس سر نمودن زمستان سالهای 2025-2026 سفارش‌های مشخص داده شد. شریف جان سفرزاده از جلوی سعید برای برنامه اخبار از شهر کولاب.